سلام دوستان، معرفی میکنم. ببعی هست، قربانی شب عروسی که قسمت نشد قربانی بشه، یعنی من نخواستم قربانیش کنیم چون از نظر من جون داره و جون گرفتن کارما داره. فرقی نمیکنه مورچه باشه، گوسفند باشه یا موجود دیگه ای باشه. گرفتن جان موجود دیگری برای خوشبختی عروس و دوماد و رفع بلا من هیچ اعتقادی ندارم. بعد قدیمیا برای رفع بلا و اینا خون میریختن، ولی قدیمیا طرز فکر جدا دارن، جدیدا طرز فکر دیگه ای دارن. به اصرار من خلاصه این ببعی قربانی نشد و الان 1 هفته است که بالا پشت بوم بام خانه منه. عذرخواهی میکنم. و رفتم براش کلی خوراکی های خوشمزه گرفتم، 2 مدل یونجه گرفتم، سبوس گرفتم، بخوره کیف کنه تا ببینیم در آینده چه اتفاقی پیش میاد. ولی من دوست دارم که بره پیش دوستاش ببعی و اونجا با دوستاش خوش باشه، اونجا با هم دیگه بخورن و بیاشامن، کیف کنن و توپلتر بشه. 1 هفته هم هست که از عروسی من داره میگذره. انشالله همه جوونا دم بختیا، چه اونایی که ازدواج کردن، چه در شرف ازدواجن، چه میخوان ازدواج بکنن، همه، چه اونایی هم که صاحب بچه هستن، زندگیشون شیرین و خوشبخت باشن. روز به روز خوشبختی در خونشونو بزنه و به زندگیشون ادامه بدن. ببعی الان تو انبار بالا پشت بون خونه داره زندگی میکنه.